خب درود هموطنان عزیز برادران. راستی وقت به نهایت کم است و کوتاهک یک مسئله را گفتنی هستم براتون. خبرها گوناگون درباره گویم که جای آبزده ها که بسیار خبرها آمده ایستادن گوناگون، یعنی جسد ها. کمی پیشتر هم گویم که یک جسد کودک دیگر است، تگی قبچه های سمنت زمو تگی چیزا بگیم پیدا کردن. متاسفانه امنیت تاجیکستان امروز گویم که به نام امنیت ملی نام دارد. امروز تمام همون ساختارهای قدرتی در اونجا هست. بالای خانواده انسان ها جبر دیده ها با ظلم کرده ایستادن که تا که صدا بلند نکنن و نگن از خانه هاشون چند کس مرد. از خانه های 2-3 نفری مردگی هست. از خانه ها بعضی خانه ها 2 نفر، بعضی خانه ها 3 نفر، بعضی خانه ها 1. خیلی بگیم که تلفات زیاد است. اون چیزی که 17-18 گفته ایستادن دروغ محض است. 17-18 ما یک انسانی را خواهش کردیم در همونجا بدگی را که برای ما کمتر ویدیو و همون عکس های همون مرده هایی که میشوه همون عکس ها را تا قدر امکان روان کرد تا که ما معلومات داشته باشیم پراتر. و امروز امنیت تلفنی همه را پرویرکه کرده ایستاده است و کسی صورتگیری نمیمونه. حتی که امکی همون کودک خواسته است همون جیانش صورت بگیره، فکر کنم که پدرش در روسیه بودگی هست و کودک همون جسد صورت بگیره با پدرش روان کنه، امنیت اجازت نداده است. تصنیح ممکن نیست، فرمان شدگی است. ممکن نیست که شما جسداتون صورت بگیرید و بگیم که اینترنت ها برای امروز با جای اومدیم رسیدیم که دیگر ما مرده خودمون حق صورت گرفتن نداریم، زنده مون حق صورت گرفتن نداریم. امام علی رحمان با ظلم ستمش میخواهد با همین چیزای خودش بگیم که پنهان کنه همون گناه های خودش با ظلم با ستم. واقعا هر 1 ساعت 2 ساعت 1 تا 2 تا 3 تا مرده پیدا شده است از تای لایه ها. اما متاسفانه اونا دیدن که دروغ حکومت رحمانوف که ما با آدما یاردم کرده ایستادیم کمک اول. امروز چندی روز میشود یعنی که کمک نیاز اوله یگان کمک به مردم از طرف حکومت داده شدگی نیست. همچنانه که در کلاب مردگی ها را تا امروز بگیم که قید نکردن و انیق چند تا بود، کیها بود، چیها بود نگفتن. حتی که یک گروه بلوگرها از مردم پول جمع کردن، به هر حال پول جمع کردن بگیم که کوشش کردن برن با مردم کمک کنن، کردن این کارم. اما متاسفانه همونو دم هم خیلی فرمانه بود که تا که اونو گویم تا که اونو روی همون جبردیده ها را صاحباش نشان نده. یعنی که فرمان بدی چیز باید روی اونها را نشان نده که کیها بدن، چیها بدن، چی جبر دیدن. از این چیز پول نیروز خودداری کردن، سخت گفتی همون گپو قپیدن که مردم تا که مردم بگیم همون بلاگری دیگه کسی روی آدم نشان نده که تا که اپوزیسیا بعد یگان کسش پیدا کرده از اون معلومات بگیره و بگیم خلاص بگیم یک کش دولت ساختگی است، یک کش ساختگی است. امام علی رحمان در داخل نمو کشه کتیول همین 10 میلیون اهالی بگیم که زندگی کرده ایستاده است در نمو کتیول. امروز ریدگی های خود چه امام علی با ظلم پنهان کرده ایستاده است، با ظلم همون ریدگی هاش با ظلم پنهان کرده ایستاده است. انسان ها را اجازت نمیده عکس بگیره، نوار بگیره، خانه های چپشیده و غیره چیزهایی که در تاجیکستان امروز امشب روز ضرر دیده های مردم و وفات کردگی ها و همه او بگیم همون ظلمی خود کرده ایستاده است تا که بگیم که چی نشوه، تا که عموی نشوه، نبراید در بیرون. بعد هر چیزی که امام علی خودش خواست 12 نفر 13 نفر 17 نفر مرد. برای امام علی 17 نفر چیه در کارش ارمیه را میدوزه میکشه بربره. بگیم این هم خیلی گپ کارو در بگیم تاجیکستان شده ایستاده است تا این حال. برای همون
نمیدونم این چی وطن است، این چه خیلی ساختار است، این چه خیلی دولتداری است که حق مرده خط عکس گرفتن ده نداری و حق خونه چپشیدگی خط عکس نوار گرفتن ده حق نداری. همون نوارهایی که بد هست یکم روز مردم از این حالت هیچ که نبود، امنیت نبود، گرفتن صورت گرفتن، ویدیو گرفتن، چیزی گرفتن نگرفتن، همون عکس نوار هست. بعد از او پال نیروز امنیت مردم در کنترل گرفتگی است که تو که مردم از تلفن یا نوار یا دیگر چیز استفاده نبرند. دیگر تمام کاتگوری است که همینجا بگیم که پال محکم شد. تیمه ایجا هم هر چیزی که امام علی رحمان در دنگره یا در خونه شیشته بخواه بگه همون میشوه. یعنی که 20 نفر بگه میگم 20 نفر مرد تمام. اونجا عین حال از مردمی که معلومات گرفتیم، عین حال از مردمی که معلومات گرفتیم تای 40 نفر انسان مردگی است. عین حال حتی که آدمایی که آدماش نامعلوم است گم شدگی است. خونه او را، خونه ماتمدارا را امنیت بالاش در ماتم گرفته شدگی است که خب که نگو گودکم گم است تا یافتنش خب که یافتی هم خب که برگور که. همین خیلی بگیم که کار در تاجیکستان این حال شده ایستاده است. نمیدونم تاجیک بالای تاجیکی کار کرده ایستاده است که تاجیک فرزندش میبره، فرزندی تاجیک صورت گرفته با پدرش روان کردن اجازت نمیتن که این فرزندت یافشید مردش صورت گرفتن ده اجازت نمیتن. اما برای یک بانکی را کشتیان چیکار کردیان؟ رمضان رحیم سیمومین و غیره هاش روسیه پرواز کردن که یک همون کشتگی را ما بتین ما بیاریم اینجا او را زندان کنیم. امام علی نه قنافر کشته ایستاده است، زخالت نیست، زخالت نشینی. وقتی که دخترها را بردن زدین برای اوچه امام علی، اپای امام علی مردان ده دخترها را بردن زدین، زخالت نیست گفته. کشتنش یا بار شد زدین، شکست مایب که تو مینیسترها را بردن زدین، زخالت نیست گفته. اینه زخالت نیت نشینی گفتی اموگا پو. ما چند سال میشه سر صدو دعوا داریم که مردم پیش ای را گرفتن در کار است، پیش دیگر چی را گرفتن در کار است. ای امام علی رحمان باشه پخری نشه کی جواب میتدهی یا همدردی میکنه امام علی تمام. ولی همیشه همین فکر کردم در باره همون متروی میساختگی امام علی رحمان خیلی فکر کردم. امام علی گفت متروی هوایی میسازم. من گفتم همین صغیره چیزی را میدونه، همین صغیره چیزی را میدونه متروی هوایی میسازه. چرا متروی تای زمین قد نمیسازه، مترو هوایی میسازه. این همین تو 2040 ساله با فکر که تاجیکستان دیگه زمین قطعی راه گشته نمیشه و مرا آو میزنه اونجا دیگه وینتسیا میشه و آو برای متروی هوایی ساخته است. رشاد پیشکی ده که هوایی قطعی میگردن دیگه پاتون او دانه میرسه. اینم خیلی احوال قطعی بگیم که مردم زندگی داره. امروز در وحدت در دیگر جایی که همون حالتهای فوق‌العاده شدگی است، همه جور امنیت سفربر شدگی، پال نیراس بگیم که ظلم در بالای مردم، خونهایی که آدمایی که تا امروز بسیار آدم ها فرزندوش بگیم که مصفدو کمپیرو اوچاشون اوچش گم شدگی است. اوچش یک آدم ها اوچش کمپیر گم شدگی او بردگی شد ولی نیافتن کمپیره ولی در تای کدوم بالو تا خواه کمپیر بالای سری با فرزندای اومدگی خب که نگو که اوچم گم شدگی خب که میگه نمیدی و خب داشتگی نمیگن که اوچم گم شدگی های ترسه اوجی بگه که کمپیر گم شدگی کمپیر او بردگی او رو در بالای سرش باید سر میشود. شما چی با میگین چی با نوید میکنین، شما نالش نکنین، شما نوید نکنین، شما فقط رقص کنین، بازی کنین، رقص کنی صحنه گلی دنگره کرتا چکن دل جان مامه برا بگو رقص کنی صحنه گلی دنگره سیل اومد هم رمه برا رقص که گریه نکه آواز تا نبرو در یکان جو سلو چای نوید نکه کم تر بعد خدا خواه امام علی یکان یه صحنه چای دیگه ارگانیزواد میکنه بعد رقص میکنی رقص کنی صحنه گلی دنگره سیل میوی هم رمه برا رقص کده میگردی. ای بی شما مردم به خدا قسم ای بی شما. برای چی؟ برای که
در پیشم هم تاری حالت باشه امنیت پیشم بیا بگه خب کی اوچت ولی او برده ولی نگو تو یافتنی تل اوچت ما اون خیلی چه میگیرم تلش میکنم با خدا قسم همین حالت هم در ترکیه دیدم ده همین حالت هم در ترکیه دیدم خیلی علامم کرده بود یک جوان گریه کرده است میگه که او تای ما او چای ما در تای نمی خونه خوای خلق میگه بیاین یاردن بتین گریه داره ما پول رو سرم وایرون شد که او تو چای ما در تای یک خونه خواب باشه و ما کامera را گریون کرده گریه کرده بشینم ده که ما را یاردن بتینه و چه بگی یک کرکه کتمان لوم لوبوی چی را بگی بزا بکو او چه تپکه تو اومدن یاردن شاید زنده میویش میبروری ای تای او چیز شهر نیست اونجا گریه کنی بیستی مردم های بیخی تونه بخدو قسم میگه کو همو چیزی که همو خودت هستی همو رهبر تم همو میشوه لوبو یادم بیوه شما را عید آباد میکنن عید آباد میکنن اولی هم ولی خوب کده ایستود است کمتر است عید آباد میکنه اگر خاموشی شما باشه برای همون هم میدونم که آینده تون چی میشوه در حالتی که مرده خیتون طلب کردن نتونین مرده خیتا ترا زده است با شبکه امام علی تو در حالتی مرده تا گفتند که اینمی خطاگی از امام علی شید اینمی حالت شید گفتند ترا میبرد کنج زندانت میکنن برای چی تو گریه کردی برای چی نوید کردی نوید نکه هموطنم طاقت که خدا خواه ساز میشوه در دوره موسی هم همتری او خیزیومی بود در دوره عیسی هم همتری او خیزیومی بود در تمام وقت او خیزیو بود و میشوه ای چیزو اینجا امام علی یگان عیب نداره بگو بشی در نامجا بعد کو نبرومده استن که ملو فتواشون قطعی ایشانی بود که سنه برآوردن یک فتوا میدادی قیدیگه اجر ثواب شهیدا را میگفت بگیم خداوند پیشکی قطعی و مصلحت کرد گفت خداوند گفت که اینا را گفت که ما شما را آو میارم به سرتونه شما را میبرم اوقتی گفت خداوند اینا گفتن که بعد او تایما چی میشوه بعد او چایما چی میشوه گفت من به شفاعت تو چای را بیشت میبرم گفت راضی شو گفت اینا با خداوند خود چی کردن ملاقات کردن بعد اینا راضی شدن و خداوند آورده اینا را گرفت برد با یک بارش اینا ملاقات کردن پیشکی با خداوندش همتره بگینه که ببروره نکه ملاتونه ارم کنیم و ما بروره نکه اونا شو براد چنگی ما بزنن که ما او را بعد گفتیم گفت خطیشون زور ملاقات میکنم ایورا ماشینی کاره همشون ماشینی کنون شو برا زنده باش هموطنم نیجه تا کار فرمون تقدیر نصیبیت در نیجه هر خیلی که کار فرموندی اونم رو نمی اروپا را دیدستین نمی ماشینو را دیدستین نمی زندگی را دیدستین این یگون تقدیر نصیب در وابستگی نداره این ایجا را کلوچت کردن ساختن ایرا امروز سمکوی مو در دستمون دم با دم دیگه دولت ها میگردیم که ای کجا ما پیدا کنیم ای کجا جایی سوز است که ما کار کنیم در اوجا گفت گه بسیار ای وقت کم وطنم رویش که با خدا رحمتی با بوتا تماشاش کنم